پیر ایداری دنیا یک پسر داره، نفقه چند ماهش نگرفته میمونه. بس این بچهش میگه که بیا بریم ای ناحیه نفقه منو بگیریم. بعد بچهش قطیش میروه 6 ماه نفقهش هم بگیره. بعد میگه با من هاشمی جینس تا میخری مادر، میخرش فرشکش میخره. چه خیل کرده که میگه میخرش. وقتی که میان در ایستگاه میستن برای ماشین سوارشدن به جای مقصد رفتن که میسته، بعد این مادرش دور میسته. مادرش او بچه جون تا زیبی دست میگه با برش میره، با ایبر مادرش با دورتر میره. بعد این دفعه میره در آغوش میگم ای مادر ای فرزندی من چی قدر ای من دور میره. میگم من ایت عیزا میکشم. من ببینم میگن کمپیر چه امیه اوش لب در سرش مونده است. ببین فرزند عاقی پدره که ای همو تا مادر به دنیا آمده است، قدر او مادر را نمیدونه، با ای مادر میشرمه. امروز هستن در حیات. میگم تو مادری من ایت عیزا میکشم. هستن خیلی جوان مردو لیکن برای اونها خداوند جنت حرام کرده است. حتی در مشام اونها بوی جنت نمیرسه.